وابسته به باریدن برف زیاد شبانه روز اخیر در مملکت، کارمندان مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهرهای حصار، ترسونزاده و ناحیه شهری نو با مقصد تامین بخطری حرکت واسطه‌های نقلیات چهارراه بین‌المللی دوشنبه ترسونزاده و راه‌های اتومبیلگرد محلی را سری وقت از برف تازه نمودند. در شهر حصار برای تازه کردن راه‌ها تکنیک‌های ساحوی سفربر گردیده، اینچنین درختانی در شفت راه بین‌المللی دوشنبه ترسونزاده شنانیده شده را که با مسئولین جماعت و دهه‌ها وابسته است از برف تازه نمودند. ما از ساعت 2 شب راه را با تکنیک‌های مؤسسه از برف تازه کرده برآمدیم و از ساعت 6 سحری این جانب درخت‌ها را از برف تازه کرده ایستاده ایم. نوابسته از سردی هوا، کارمندان مؤسسه و تشکیلات‌ها در ناحیه شهری نو نیز برای از برف تازه نمودن راه‌های اتومبیلگرد و درختان سایه افکن در منطقه وابسته شده راه‌های بین‌المللی و محلی کارهای تازه‌کنی را ادامه داده ایستادند. در موازنت مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد در شهر ترسونزاده 282 کیلومتر راه‌ها موجود است که از آن 21.6 کیلومتر راه‌های اهمیت بین‌المللی داشته، 5.9 کیلومتر راه‌های اهمیت جمهوریوی داشته و 254.7 کیلومتر راه‌های اهمیت محلی داشته را تشکیل می‌دهد. حالا راه‌های حدود شهر پره از برف تازه کرده شده، حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات به ممانعت به راه مانده شده است. از دیروز تا امروز ما در راه شارا که 21.6 کیلومتر و راه جمهوری 5.9 کیلومتر را تشکیل میدهند، تازه و رفتن راه را از برف برای به خطر نقلیات آماده کرده. وابسته به سردی هوا و باریدن برف، ساکنان را نیز ضرور است که احتیاطکار باشند، نقلیات خود را در زیر درختان پربرف نگذارند و از سفر به شکار در منطقه‌های کوهی خودداری نمایند. با وجود کمبارش آمدن زمستان امساله، مواد ضد لغزش در مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهرهای حصار، ترسونزاده و ناحیه شهری نو به طور کافی ذخیره کرده شده، تکنیک‌های ساحوی آماده کار می‌باشند.